کیوی مساوی دوای طبیعی بدن. دوستا سلام، دکتر زمانی جاغوری هستم. خوش آمدید به صفحه یوتیوب دکتر جاغوری. وقت شما را نگیرم، میرم سر اصل موضوع. آیا می دانستید یک میوه کوچک سبز رنگ می تواند معادل چندین دوا برای بدن شما عمل کند؟ امروز می خواهم درباره میوه صحبت کنم که سرشار از ویتامین سی، آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی است، یعنی کیوی. در این ویدیو به شکل کاملا علمی و ساده بررسی میکنم که کیوی چی مفاد شگفت‌انگیز برای صحت انسان دارد و چرا باید هر روز در رژیم غذایی ما شامل باشد. بحث امروز در دو بخش مورد مطالعه قرار میگیره. یکی 7 مورد مفاد شگفت‌انگیز کیوی بر صحت انسان و در بخش دوم مقدار مصرف ازی و این چی زمان مصرف شود که مفاد بیشتر داره و در اخیر جنبندی. مورد اول مفاد کیوی بر صحت انسان: تقویت سیستم معافیت بدن یا تقویت سیستم مقاومت بدن. کیوی سرشار از ویتامین سی است که بیشتر از مالتا و لیمو ویتامین سی ازی زیادتر است و به همین دلیل کیوی باعث میشه که بدن در مقابل ریزش، زکام، انفلونزا و میکروب ها مقاوم شود. مورد دوم، بسیار مفید برای معده و هضم غذا. کیوی دارای یک انزایم خاص به نام اکتینیدین است که این انزایم در هضم مواد پروتئینی یا هضم مواد پروتئینی را آسان میسازه و از باد معده جلوگیری میکنه. کسانی که هضمیتشان خوب نیست این بسیار مفید است و حرکات روده را منظم میکنه. مورد سوم، کمک به سلامتی قلب. کیوی کلسترول بد خون کم میسازه، فشار خون کنترل میکنه، از لخته شدن خون جلوگیری میکنه و خطر حملات قلبی و سکته را کاهش میده یا کم میسازه. مفید برای جلد و زیبایی. کیوی مملو یا سرشار از ویتامین سی، ویتامین ای و آنتی اکسیدان هاست که این جلد را شفاف میسازه، چون عرصه از این مواد بر شفافیت جلد مفید است و چین و چروک جلدی را کم میسازه یا کاهش میده و روند پیری جلد را آهسته میسازه یا مسیر پیری جلد را آهسته میکنه که این جلد زودتر پیر نشود. در قسمت زیبایی جلد یا شفافیت جلد اگر شما دوست داشتین، ما یک ویدیو دارم که در آخر از این ویدیو او را میمانم. باز اگر شما علاقمند بودید میتونید او را ببینید. مورد پنجم، مفید برای کاهش وزن یا کم کردن وزن. کیوی کالری کم داره، فایبر زیاد داره و احساس سیری میدهد. وقتی مصرف میشه این احساس میشه که سیر است میده. برای رژیم لاغری یک انتخاب عالی است. در قسمت کم کردن وزن هم شما اگر علاقمند بودین، در اخیر از این ویدیو ما ویدیویی که چی رقم وزن خود شما کم کنین ما در اینجا میگذارم. علاقمند بودید میتونید از او استفاده کنین. مورد ششم، مفید برای دیابتی ها یا مفید برای کسایی که مریضی شکر داره.
کیوی گلیسیمی پایین داره، گلوکوز خون به شکل ناگهانی بلند نمیبره و از این خاطر یک انتخاب سالم بر کسایی که دیابت داره یا مرض شکر داره این می باشه. در قسمت مرض شکر ما یک پلیلیست دارم دمی جمع ویدیوهای خود. اگر کسی علاقمند بود بازور دمی اخیر دیسکریپشن او پلیلیست ما میگذارم یا در اخیر می توضیحات ویدیو او رو میگذارم. اگر کسی علاقمند بود که مرض شکر چی رقم کنترل شوه و چی رقم جلوگیری شوه، چی رقم این مدیریت شوه. مورد ششم، کمک به خواب بهتر. کیوی شامل یک ماده به نام سیروتونین است که این سیروتونین کیفیت خواب را بهتر می سازه و این بسیار مفید است برای کسایی که بیخوابی داره یا خوابشان کم است. بخش دوم، مقدار مصرف کیوی و دیگه زمان از یا چی وقت روزی خورده شود. پیش از اینکه ما ایرا توضیح بگیرم، دوستان گرامی اگر تا این بخش ویدیو یا تا این قسمت ویدیو این ویدیو برای شما مفید بود، اما لایک و سابسکرایب و شیر از یاد شما نروه. به خاطر از این که لایک و سابسکرایب شما مایه دلگرمی ما میشه تا ویدیوهای بهتره تهیه کرده در خدمت شما بگذارم. مسئله مقدار مصرف کیوی چقدر است؟ برای یک شخص کلان 1 تا 2 دانه در روز این کافی است و مفید تمام میشه. و دیگه چی وقت روزی مصرف شوه این بهتر است از طرف صبح مصرف شوه و یا بعد از غذا، یعنی در مثال چاشته یا شوه اما بعد از غذا مصرف شوه. در غیر از او اگر بدون غذا مصرف میشه از طرف صبح مصرف شوه این بهتره. نگرانی اندک در مورد مصرف کیوی گرچه قابل چی نیست، نگرانی نیست. باز هم کسایی که اگر میشه کس در مقابل از این بدنش حساس باشه، حساسیت داشته باشه، باز اونا متوجه باشه. و دیگه کسایی که اگر تکلیف معده شدید داره اونا از حد اضافه مصرف نکنه، اضافه روی نکنه. دیگه کدام معذرت خاص یا مشکل خاص کیوی نداره. جنبندی. پس دوستان عزیز، کیوی یک میوه کوچک اما با مفاد بسیار بزرگ است. اگر میخواهید صحتمند، پر انرژی و با سیستم معافیت قوی باشید، کیوی را در رژیم غذایی روزانه خود شامل کنید. تا ویدیوی دیگه، الله نگهبان.